در ولایت جوزجان نشست مشورتی به منظور روی دستگیری آمادگی‌ها برای تجلیل از 12 جدی روز رسمی شدن زبان ازبکی و ترکمنی برگزار گردید. این نشست که در مقام ولایت جوزجان برگزار گردیده بود، در آن والی ولایت، مسئولان ادارات دولتی، اعضا و فعالین حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و جنبش جوانان، فرهنگیان، شعرا، نویسندگان و متنفذین اشتراک ورزیده دیدگاه و نظریات خویش را برای برگزاری بهتر مراسم گرامی داشت از 14 جدی ارائه کردند. آنان همچنان به برگزاری باشکوه و بهتر این مراسم تاکید نموده کمیته هایی را برای اخذ آمادگی ها ایجاد کردند. ابراهیم اشکان با شرح بیشتر. در این نشست مشورتی والی ولایت جوزجان، اعضا و فعالین حزب جنبش ملی اسلام افغانستان و جنبش جوانان افغانستان، علمای دینی، بزرگان قومی، مسئولین ادارات مختلف دولتی و شخصیت‌های ادبی و فرهنگی اشتراک ورزیده پیرامون برگزاری هرچه بهتر مراسم تجلیل از 14 جدی روز رسمی شدن زبان ازبکی و ترکمنی در قانون اساسی کشور دیدگاه‌ها و نظریات خویش را ارائه کردند. مولوی لطف الله عزیزی والی ولایت جوزجان ضمن وسیله شدن سلام و پیام الحاج مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلام افغانستان، بر برگزاری با شکوه محفل گرام داشت از 14 جدی روز رسمی شدن زبان ازبکی و ترکمنی تاکید ورزید. خب صاحب رو رهبرimiz سلامları var ya da şu موضوع 14 جده و دوتم جده که روز تصویب قانون اساسی و زبان ازبک و ترکمنی رسمی بودن کنون تجلیل المال اوچن bir برنامه ادب شد bu için و ادارتları var ya da واقعا امروز bize için çok kıymetli bir روز o'sha 14 jadiga ham tasvib qonun asosi tasvib bo'lgan va ham o'shanga pofshoriha va zahmatlar ziyodi ki vakillarimiz qilgan, maxsusan janob marshal seb uzviyatlar o'chirga bor edi va rahbarimiz talashlari bilan va bu til rasmi bo'lgan. Bu tillar rasmi bo'lgani uchun bizga katta bir yutuq, katta bir iftixor. با تصویب قانون اساسی کشور یک جا با او زبان ازبکی ترکمنی هم به مثابه زبان سوم به رسمیت شناخته شد و در قانون اساسی در ماده 16 قانون اساسی جایگاه خود را حفظ کرد. این وظیفه ما هست، وظیفه همه مردمانی که من حیث ترکتبار در افغانستان و در سایر کشورها که زندگی میکنند از این امر باید حمایت و پشتیبانی بکنه و دولت هم مکلف است، وظیفه داره برنامه ها و پروگرام های مؤثری را برای انتظام و برای غنامندی این زبان سوم در افغانستان باید کوشش بکنه و همچنان در پروگرام های درسی، در متد درسی معارف افغانستان باید زبان ازبکی ترکمنی باید جایگاه خود پیدا بکنه، نه تنها جایگاه خود پیدا و حفظ بکنه بلکه او رشد بکنه، انکشاف بکنه و توسعه بیشتر بیابد. Çünkü bu yükünü oyundaga kelajakka bizi yigitlarimiz bilan bolalarimiz shoniga ko'taradi. Bular agar bu tilga oshno bo'lmasa, bular ona tilini bilmasa, bizning bu qilib turgan ishlarimiz uncha samarali bo'lmasa kerak. Shuning uchun bolalarimiz ustiga ko'proq ishlash kerak. Maktablarga programlar durust tatbiq qilsa, bolalar yaxshi fikrni negizdan, reshadan o'rgansalar, kelajagimiz oyista inshaalloh. Ünvanlar Özbeki tiliga yozilsin, shu jashnvoramiz boshliqdan elday hamma joyga. Dar majmu makotiblarga, pohantunlarga va dar majmu riyosatlarga o'zbek tiliga. O'sha mahfil ro'zi o'sha videolar boyat paydaş bo'lsa ki rahbar sohib qaysi shaklda naqsh o'ynab o'sha masalan katta dastovarni qo'lga kiritgan yo boisi rasmi bo'lishi mana shu til bo'lgan. Bu masalan yigitlarga, shoirlarga yo ba'zi kishilarki bilib bilmaydi. Biladi, lekin o'zini bilmasga uradilar. O'shalar bildiraliki bu qilayotgan ishlarimiz bunda bir riyoyi bir ish emas. Bir haqiqiy bir ish, shu ish bo'lib kelgan.
با این حال اشتراک کنندگان این نشست مشورتی در کنار ارائه پیشنهادات و نظریات خویش را برای برگزاری بهتر مراسم گرامداشت از روز رسمی شدن زبانهای سوم رسمی در قانون اساسی تاکید نمودند که در لوحه‌های ادارات دولتی در کنار زبانهای پشتو و فارسی زبان ازبکی نیز گنجانیده شود. tilshunos kishilarni, shoirlarni, yozuvchilarni tilatib, ro'z har qaysi bir barnoma, ikki barnoma o'tkazsa, baxotir ogohdagi mardum ham yaxshi bo'ladi, bu ham yaxshi bo'ladi. Ikkita maqola turkman tilida she'r bo'lsa, men fikr qilaman bunga qo'shilsa ko'p yaxshiroq bo'lsa kerak deydi. Qo'l san'atimiz namoyishgohi bo'lsin, kitob ko'rgazmasi bo'lsin va o'sha loyihajirga qonun asosiy tasvib bo'lgan مارشال سبت عکسلari bor bir namoyishgoh ko'rgazma bo'lsin. Xususan namoyishgoh yo ko'rgazma sanoat dasti va ba'zi farhangiy narsalar که shu o'zbek و turkman xalqida bor. Masalan اشتراک کنندگان نشست همچنان از تلاش‌ها و مبارزات الحاج مارشال عبدالرشید دوستم رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلام افغانستان نیز برای رسمی شدن زبان ازبکی و ترکمنی در کشور اظهار قدردانی و سپاس نمودند. در این نشست کمیته‌های نیز برای برگزاری مراسم گرامداشت از 14 جدی از سوی اشتراک کنندگان ایجاد گردید.